نماز جماعت هم امام اعظم واجب است میگن، امام احمد هم واجب است میگن. بعضی علماهای حنفی سنتی مؤکده هست میگن ولی که رخصت نیست، به عذر میگن. ببینید به عذر رخصت نیست. رخصت اصلا از چیزی واجب میشه. رخصت اجازت پرسیدن و نماز جماعت نبیام ممکن است، گفته رخصت میپرسید. و بعضی منافقا وقتی که جنگ میشد از پیامبر صلی الله علیه و رخصت میپرسیدن که یا رسول الله من دردی دندان هستم، من دردی موی هستم، اجازت دید که به جنگ نروم. بعد پیامبر صلی الله علیه و به آنها اجازت میدادن. الله تعالی سرزنش کرد. یعنی اجازت از کار حتمی میپرسید. اگر اون کار خودش حتمی نباشد چه جایی پرسیدن اجازت؟ بنابراین نابینا اومده از رسول الله صلی الله علیه و اجازت پرسید که یا رسول الله من نابینا هستم و قائد ندارم. قائد یعنی یک شخصی که از دستش گرفته او را به مسجد میبیارد ندارم و بین مسجد و بین خانه ما یک وادی هست، یک چقوری هست و من نابینا هستم و من اجازت میدهید که نماز را در خانه خوانم؟ گفتن آره. وقتی که پشتش را گردانید و رفتنی شد گفتن که ایست، اتسمع النداء، از آن را میشنوی؟ گفت آره. گفتن که فعجیب، اگر میشنیده باشی اجابت کن. یعنی حی علی الصلاة میگد بیا به نماز، میگد حی علی الفلاح بیا به نجات از آتش دوزخ، میگد تو را تکلیف کرده است دست کو اجابت کن.